سرخط خبرها. هشدار ملا برادر نسبت به نیت بد درباره افغانستان. او گفت که افغانستان لقمه چرب نیست بلکه یک درخت زقوم است. خو که څوک ناولې ارادې ورته لري نو بیا خپل پور چاته نه پرېږدو. 2025 مرگبارترین سال برای غیر نظامیان افغانستان. یونما گفته در این سال 613 غیر نظامی افغان در حمله پاکستان کشته و زخمی شدند. موږ منوسي لسکونه د ګناو ولسی وګړي چې اکثریت یې ښځې او ماشومان وو د پاکستان د پوځ له لوري په نښه شوي وو. سفر هیئت وزارت داخله به اندونزیا. این هیئت در نشست همکاری های مشترک در زمینه مبارزه با مواد مخدر اشتراک می کنند. افغانستان که مخدرات توگی 0 درجه رسیدگی دی. و هشدار ایران نسبت به پیامدهای حمله به این کشور. وزیر خارجه ایران هشدار داد که در صورت حمله ایران به پایگاه‌های امریکا در منطقه حمله خواهد کرد. روسیه و چین ابریش در این موقف خود قایم ایستاده هستند. سلام، وقت شما بخیر. به مجموعه خبری این ساعت از میز خبر خوش آمدید. امروز یک شنبه 19 دلو 1404 هجری خورشیدی است که برابر میشد با 8 فبروری 2026 میلادی. مشروع خبر. ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزرا در نشست در مقر وزارت دفاع نسبت به پیامد خطرناک نیت بد در قبال افغانستان هشدار داد. او گفت که افغانستان لقمه چرب نیست بلکه یک درخت زقوم است. آقای برادر افزوده که افغانستان به کسی آسیب نرسانده و نمیخواهد از کسی آسیب ببیند. گزارش از نستر نمیری. ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزرا در مراسم فارغ تحصیلی سربازان وزارت دفاع تاکید کرد که امارت اسلامی با هر گونه تهدید علیه افغانستان با قاطعیت برخورد خواهد کرد و افغانستان را کشور مقاوم و غیر قابل هدفگیری آسان توصیف کرد و گفت که این سرزمین در طول تاریخ حتی قدرت‌های بزرگ را ناکام ساخته است. افغانستان نه چاته ضرر رسول غواړي او نه یې له چا مني. خو که څوک ناولې ارادې ورته لري نو بیا خپل پور چاته نه پرېږدو. تاریخ ګواه دی چې د هېواد دشمن ته یو غوره ګوله افغانستان نه دی، د زقوم ونه ده. آقای برادر در سخنرانیش از کشورها خواست تا بر اساس ارزش‌ها و اصول امارت اسلامی در روابط سیاسی و اقتصادی مشارکت کنند و تاکید کرد که منابع صرف شده در درگیری‌ها بهتر است برای تقویت منافع مشترک به کار گرفته شود. او همچنین اعلام کرد که امارت اسلامی به زودی معافیت مالیاتی 1 تا 5 ساله برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی ارائه خواهد کرد و روند توزیع زمین به تولید کنندگان را سرعت می‌بخشد. موږ دې ته ژمن یو چې د خپلو اصولو په چوکاټ کې له هر هېواد سره مناسب تعامل ولرو. د اوږدمهاله سیاسي او اقتصادي ګټو د خوندي کولو لپاره لازمه ده چې هېوادونه د یو او بل ارزښتونه او حساس و حریمونو ته درناوی ولري. در این مراسم نورالله نوری وزیر سرحدات اقوام و قبایل در سخنرانیش گفت که امروز افغانستان دارای سربازان و افسران با روحیه اسلامی است که تحت نظام اسلامی و در چارچوب شریعت فعالیت می‌کنند و افزود که در آینده نزدیک این نیروها به تجهیزات عصری و فناوری در سطح منطقه دست خواهند یافت. سخنگوی وزارت دفاع نیز در این مراسم تاکید کرد که خاک افغانستان علیه هیچ کشور استفاده نخواهد شد. دا موږ په افغانستان کې تجربه کړل. زموږ د وخت رئیس جمهور د اشغالګرانو تر سوري لاندې تاسو په باګرام کې ولیدئ چې د بل رئیس جمهور پر څنګ باندې د درېدلو حق هم نه درلودی. ټیله یې که شاته عسکرو ته یې ورپرې وی غلام
که غلام نه وای خو عزت به درلودی. از خاک افغانستان هیچ گونه استفاده سو بر علیه هیچ کشور استفاده نخواهد شد. ما به هیچ کسی و به هیچ گروهی و به هیچ شخصی اجازه نمی دهیم که از خاک کشور بر علیه کشورهای همسایه و یا به کشورهای منطقه و جهان استفاده بکند. جهت‌های مغرض یا هیچ جهتی وجود نداره که امنیت شما و شما مختل باشه. شما کسانانی هستین که نظام اسلامی سر شما سرمایه گذاری کرده و آینده نظام سر شما جواناست. گفتنی است که در این مراسم 67 تن از دانشجویان دوره 7 دانشگاه ملی دفاع حضرت ابوعبیده بن جراح فارغ التحصیل شدند. مسئولان همچنین در این برنامه آموزش‌های تخصصی و پرورش روحی ملی را از عوامل اساسی در حفظ از نظام اسلامی عنوان کردند. دفتر هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما سال 2025 میلادی را یکی از مرگبارترین سالها برای غیر نظامیان افغانستان دانسته است. این نهاد اعلام کرد که در این سال 613 غیر نظامی افغان در جریان حملات ارتش پاکستان کشته و زخمی شدند. باز هم گزارش از نستر نمیری. سال خونین برای غیر نظامیان افغان، بیش از 600 کشته و زخمی در پی حملات ارتش پاکستان در امتداد خطوط فرضی. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما در تازه ترین گزارش خود اعلام کرد که سال 2025 یکی از مرگبارترین سالها برای غیر نظامیان افغان بوده است. بر اساس این گزارش 613 تن از غیر نظامیان افغان در جریان حملات ارتش پاکستان کشته و زخمی شدند. رقمی که طی 15 سال گذشته بی سابقه گزارش شده است. بر بنیاد این گزارش در 3 ماه پایانی سال 2025 تلفات غیر نظامیان در چندین ولایت کشور ادامه داشته است. قندهار بیشترین آمار را ثبت کرده 30 غیر نظامی کشته و 385 تن زخمی شدند. در پکتیکا 25 تن جان باخته و 30 تن زخمی شدند و در کابل نیز 9 کشته و 37 زخمی گزارش شده است. در کنر 1 کشته و 16 زخمی ثبت شده. پکتیا بدون کشته 6 زخمی داشته است و در خوست و هلمند نیز هر کدام 1 کشته و چند زخمی گزارش شده است. پاکستان هنوز هم در مبارزه با تروریسم، مبارزه با سازمان آزادی بخش بلوچ مشکلات داره و ملل متحد بیشتر از که به افغانستان به اصطلاح توجه شده و پاکستان توجه صورت میگیره. امارت اسلامی نیز با تایید این گزارش میگوید که در پی حملات ارتش پاکستان در امتداد خط فرضی دیورند مردم ملکی از جمله کودکان و زنان متحمل تلفات شدند و چنین اقدامات غیر انسانی باید متوقف گردد. دیورند پر ذکر شته څیرمه ولسی سیمې په نښه سوې. حتی زموږ یو شمېر ورزشکاران پکې په شهادت ورسېدل، ښځې او ماشومان پکې شهیدان او زخمیان شول. له دغسې هرې پیښې وروسته رسنیز راپورونه نشر شوي دي او د ملکي تلفاتو په اړه د راپور یاده برخه له شته واقعیتونو سره ډېر اړخ لګوي او په تعصب سره موږ منو چې لسګونه بېګناه ولسي وګړي چې اکثریت یې ښځې او ماشومان وو د پاکستان د پوځ له لوري په نښه شوي وو. از سوی هم به باور آگاهان اجماع بین المللی برای فشار در برابر پاکستان وجود ندارد. آنان تاکید میکنند که اقدامات فعلی برای مهار تنش‌ها ناکافی است. اجماع بین المللی برای فشار شدیدی بر پاکستان وجود ندارد. فشار عمدتاً دیپلماتیک و کم شدت باقی مانده و آتش بس شکننده هم از جمله عواملی هستند که پس از مذاکرات برقرار شده که جلوی تحریم ها و یا هم فشارها را گرفته باشند. این در حالی است که پاکستان در حملات پهپادی حریم هوایی افغانستان را نقض کرد و چندین ولایت را مورد هدف قرار داد که منجر به درگیری های مرزی در امتداد خط فرضی دیورند شد. با وجود توافقاتش بس موقت میان کابل و اسلام آباد، پاکستان چندین بار آن را نقض کرد و مذاکرات هیئت های امارت اسلامی و پاکستانی در استانبول نیز به نتیجه پایان یافت. وزارت امور داخله از سفر هیئت این وزارت به اندونزیا خبر داده است. این وزارت گفته که این هیئت به منظور اشتراک در نشست تخصصی به جاکارتا رفته است. هدف این نشست هماهنگی، تحکیم و گسترش همکاری‌های مشترک در زمینه مبارزه با مواد مخدر و تداوی افراد معتاد عنوان شده است. به گزارش از اناهیتا اندر.
در راستای تقویت همکاری‌های منطقه‌ای در مبارزه با مواد مخدر، وزارت امور داخله از سفر هیئت از این وزارت به اندونزیا خبر داده است. بر بنیاد خبرنامه وزارت امور داخله، یک هیئت 8 نفره به منظور اشتراک در نشست تخصصی به دعوت رسمی دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد در کابل و با حمایت مالی کشور ژاپن به پایتخت اندونزیا جاکارتا سفر کرده است. هدف برگزاری از این نشست هماهنگی، تحکیم و گسترش همکاری‌های مشترک در زمینه مبارزه با مواد مخدر و تداوی افراد معتاد عنوان شده است. د افغانستان د اسلامی امارت موقف و د مخدره توکو د منځه وړلو په خاطر نورم قوي کی ځکه اوس ټولې دنیا ته دا ثابته شوې چې په افغانستان کې مخدره توکي 0 درجه ته رسیدلي دي. حال پرسش این است که با وجود تاکید مقام‌های امارت اسلامی بر محو کشت و تولید مواد مخدر در افغانستان، ادامه ادعاهای برخی کشورها و نهادهای بین المللی درباره تداوم این پدیده تا چه اندازه با اقدامات عملی، همکاری‌های فنی و حمایت مشخص آنها در بخش مبارزه با مواد مخدر همراه بوده است. امارت اسلامی وشو کولای د مخدره توکو کښت یعنی د تریاکو کښت 0 ته ورسوي او د مخدره توکو روغ خلکو ته د تداوی لاره خپل کړی ده او ډیر خلک تداوی کړه او د مخدره توکو د قاچاق وړاندې هم ګړندي ګامونه پورته کړی دي. دا د ستاینې وړ بولم، خو کچېرې د په دغه مبارزه کې زمونږ ګاونډي هیوادونه او اندونیزیا او نور هیوادونه برخه واخلي، دا د افغانانو په خیر، د دغه دولتدارۍ په خیر او د دغه ټوکې د دغه مخدره ټوکو د کښت او د قاچاق د مخنیوي لپاره دا د نړۍ په ګټه تمامېږي. اوس یوازینی هیواد چې په نړۍ کې پرته له مخدره موادو ده او مخدره مواد پکې شتون نه لري، خو ډېر یو 0.5% به هم نه، هغه افغانستان ده. نړیوال هیوادونه باید د افغانستان هیئت ځان ته وغواړي چې دوی څنګه کولی شي چې مخدره مواد په خپلو هیوادو کې له منځه یوسي. در هیچ هیواد په نړۍ کې شتون نه لري چې مخدره مواد نه ورکړي. گفتنی است که پس از بازگشت دوباره امارت اسلامی به قدرت، کشت کوکنار و تولید مواد مخدر در کشور به 0 کاهش یافته است و هزاران تن از افراد معتاد به مواد مخدر تحت درمان نیز قرار گرفتند. و در خارج از کشور، یک روز پس از پایان دور اول مذاکرات غیر مستقیم ایران و امریکا در عمان، هیئت مذاکره کننده امریکایی از نوع هواپیما بر بازدید و بر صلح از طریق قدرت تاکید کرد. در مقابل، وزیر خارجه ایران هشدار داد که نیروهای امریکایی مستقر در منطقه به ایران حمله کنند، تهران به پایگاه‌های امریکا در خاورمیانه حمله خواهد کرد. با پایان دور اول مذاکرات غیر مستقیم ایران و امریکا در مسقط پایتخت عمان، تنش‌های لفظی میان مقام‌های دو کشور بار دیگر اوج گرفته و تهران و واشنگتن یکدیگر را به حمله تهدید کردند. استیو ویتکاف و جارد کوشنر، هیئت مذاکره کننده امریکا، روی عرشه ناو هواپیمابر ظاهر شدند. ویتکاف گفته که این ناو هواپیمابر و گروه ضربتیان امریکا را ایمن نگه می‌دارند و پیام صلح رئیس جمهور ترامپ را با قدرت تضمین می‌کنند. امروز دریا سالار کوپر، فرمانده ستاد مرکزی ارتش امریکا، کوشنر و من با تفنگداران دریایی شجاع آذر بر ناو USS ابراهام لینکلن، گروه ضربت ناو هواپیمابر شما را دیدار کردیم. کسانی که امنیت ما را حفظ می کنند و بر پیام رئیس جمهور دونالد ترامپ مبنی بر تحقق صلح پایبند هستند. عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، در گفتگو با الجزیره هشدار داده که در صورت حمله پایگاه‌های امریکا را در نقاط مختلف منطقه هدف قرار خواهند داد. عراقچی با تاکید بر این که هم آماده جنگند و هم مذاکره، ابراز امیدواری کرده که امریکا دیپلماسی را برگزیند. او در بخشی از سخنانش برنامه موشکی ایران را موضوع دفاعی و غیر قابل مذاکره دانست. اگر امریکا به ایران حمله کند، طبیعی است که ما امکان حمله به خاک امریکا را نداریم. بنابراین ناچار خواهیم بود پایگاه‌های امریکا در منطقه را هدف قرار دهیم. در حال حاضر زمان مشخص برای دور بعدی مذاکرات با امریکا تعیین نشده است، اما هر دو طرف معتقدند که باید در اسرع وقت برگزار شود. غنیسازی در ایران مسالمت‌آمیز است و برنامه موشکی ایران یک موضوع دفاعی است و امکان مذاکره در آن وجود ندارد. همچنین عبدالرحیم موسوی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران، در واکنش به تهدیدهای امریکا گفته که هر گونه اقدام نظامی علیه ایران موجب گسترش دامنه جنگ و بحران به سراسر منطقه خواهد شد.
ایران امروز در بالاترین سطح آمادگی قرار دارد. هر گونه اقدام نظامی علیه ایران موجب گسترش دامنه جنگ و بحران به سراسر منطقه شده و هزینه‌های سنگین و جبران ناپذیری را برای طراحان و عامیان آن تحمیل خواهد کرد. آگاهان روابط بین الملل سپردن یورانیم غنی شده ایران به کشور ثالث و لغو پشتیبانی ایران از مقاومت را از شرایط اصلی امریکا در مذاکرات می‌دانند و می‌گویند که این مذاکرات به نتایج مثبت نخواهد رسید. آنان می‌گویند که با توجه به شرایط حاکم در منطقه حمله امریکا به ایران نیز ممکن نیست. شرایطی که در منطقه است امریکا را اجازه حمله نمیده، چرا که روسیه و چین اردویش در این موقف خود قایم استاده هستند. دفتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد که قرار است نتانیاهو روز چهارشنبه در واشنگتن با دونالد ترامپ دیدار و در مورد مذاکرات با ایران گفتگو کند. در بیانیه دفتر نخست وزیری اسرائیل آمده که نتانیاهو معتقد است هر گونه مذاکره با ایران باید شامل محدود کردن موشک‌های بالستیک و متوقف کردن حمایت این کشور از محور مقاومت باشد. سپاسگزاری میکنم از همراهی شما. تا این دم به همین ترتیب رسیدیم به پایان مجموعه خبر این ساعت از نیز خبر. تا دیدار بعد، خدا نگهدار.